لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر در سوره شورا. مثل الله تعالی چیزی نیست. الله تعالی شنوا و بینا هست. الله تعالی شنوا و بینا هست میگوید در یک قسم آیات، در قسم اول آیات میگوید که لیس کمثله شیء، چیزی مانند الله تعالی نیست. خب چیزی مانند الله تعالی نیست، مثل الله تعالی نیست و او شنوا و بینا هست. میگوی آخر ما هم شنوا هستیم، ما هم بینا هستیم. کسی اگر اعتراض بیان کند میگویم که بله تو شنوا هستی، تو بینا هستی، ولیکن لیس کمثله شیء. عباره اول آیت را قرائت کن، مانند الله تعالی چیزی نیست. شنوایی تو محدود هست، فقط همین چند متری مربع را میشنوی. چشمت هم فقط جاهای معینه میبیند. اما دیدنی الله تعالی حد ندارد. شما پیش تو دیوال نمیبینید، الله تعالی قعر زمین میبیند، داخل قلب شما را میبیند و میشنود.